رحم 3-4 سال باز شد و به روش سده بی‌حسی انجام شد. خب تجربت؟ خیلی خوبه، حس خیلی خوبیه. تا 3-4 سال تونستی تحمل کنی؟ قابل تحمل بود. الانم که اصلا درد ندارم، ریلکسم. راجع به دردات؟ من درد نمیرم. نه بچه ها اصلا درد نداره، عالیه. فقط خوابم میاد، نمیذارم بخوابم. چند سال شدی؟ دهان رحم چند سال باز شدی؟ 5 سال. 5 سال، خیلی عالی. سانتی عزیزم عالی. داری میره همینجور داری میره. 7-8 نه کنجکاو. من دارم زایمان میکنم، سرش اومده بیرون، درد ندارم. نمیبینم.